یکی دیگه از ویژگی‌های منحصر به فرد و فوق‌العاده اپلیکیشن زبان.com اینه که میتونه مثل یک معلم خصوصی برای شما عمل بکنه و پروسه پیشرفتتون رو ترک بکنه. به چه صورت؟ در بخش لایدنرها که بیایم، اون بالا بانک لایدنرهای خود اپلیکیشن هست، لایدنرهای من، و این پایین بخش به وقت مرور رو داریم. وقتی که روش کلیک بکنیم وضعیت یادگیری شما رو نشون میده. اینجا به چه صورتی هست؟ در چندین مرحله باعث میشه که شما کلمات رو به خوبی در ذهنتون بسپارید و هیچ وقت دیگه یادتون نره. از مرحله اول شروع میشه و تا مرحله آخر که بعد از 14 روز هست مرحله آخر اتفاق میفته. به طور مثال من الان روی مرور پس از 1 روز میزنم. اینجا لایدنرها برای من قرار داده شده و یکیش رو انتخاب میکنم، شروع یادگیری رو میزنم و اینجا آزمون ها شروع میشه که انواع مختلفی داره. من گزینه درست رو انتخاب میکنم، ادامه رو میزنم، دوباره اینجا گوش میدم به جمله و به همین ترتیب آزمون رو تا آخر ادامه میدیم. در اینجا ما 3 تا بخش داریم. کلمه های تثبیت شده. این کلمه هایی هستن که توی این آزمون ها من درست جواب دادم و به اینجا اضافه میشه. کلمات سخت اونایی که در حین آزمون های اولیه که میزدم کلمه سخت اینجا میاد و کلمات رد شده اونایی هستن که در حین آزمون ها رد میکردم. پس اینجا در 3 دسته کلمات ما وجود دارن. و این پایین هم اگر نگاه بکنید روزهای هفته رو زده. اگر مرور رو انجام داده باشید تیک سبز، در حال یادگیری باشید علامت دوم، در انتظار مرور بعدی به رنگ خاکستری هست که یعنی باید بریم و مرور بکنیم، و در انتها روزهایی رو که وارد اپلیکیشن نشده باشید یا اینجا وارد شده باشین به وقت مرور رو نزده باشین، تمرین نکرده باشین، از دست رفته نشون میده. یه بخش دیگه هم داریم اینجا تنظیم که کلا اعلان‌های اپلیکیشن هست و این تیکه بخش به وقت مروره که روزهای تکرار، هدف روزانه، یادآورها و شدت اعلان که شما این رو میتونید خودتون کاملا شخصی سازی کنید و به میل خودتون انجامش بدید. مثلا روزهای تکرار رو میتونید همه روز بذارید، روزهای زوج، روزهای فرد، بنا به میل خودتون. هدف روزانه‌تون چند دقیقه هست که بخواید روی کلمات تمرکز بکنید و این آزمون ها رو بدین و هی مرور بکنید تا کلمات رو خوب یاد بگیرید. یادآورها به چه صورتی باشه، چه ساعتی بیاد، و شدت اعلان هم که کم و زیاد و متوسط هست که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودش رو داره و ذکر شده. فوق‌العاده هست این ویژگیش. از دستش ندید، همین الان شروع کنید و پیشرفتتون رو ادامه بدین.